نقیب سندیکه روزنامه‌وانین کردستان سوریه عمر کوچری گوتارک دبن ناونیشانا روزنامه‌وانی ل سوریه و تومتین دور راستی بلاف کرد. دیده دیروکا روزنامه‌وانی ل سوریه لسردم دستحالات رژیم اسد به درباس بون به شیوه کارکرین لگل راگهاندن و روزنامه‌وانی بگشتی لدورین کردی لکردستان سوریه کدبن کنترولا چکدارین پیاده ده دیار کرن. عمر کوچری دگو ترا خود ده دیار کرن که لسر دمی رژیم بعثا دیکتاتور راگهاندن و روزنامه‌وانی لسوریه تنه یک دنگ یک ناو یک دست حالات ناز دکر او جیهان آدن جیانا سویل لسر روزنامه‌وانی سوری قدغه کری بو هر کسی که کارکی جدا جخواستا رژیم دیکتاتور کربا راستی گرتنی و اشکنجه و سرگون کرن دهات. کوچری ده خویا کرن کو دما چکدارین پیاده ریوبریا روش آوای کردستانی بو وکالت رژیم اسد ورگرد همان ازمونا رژیم برانبر روزنامه‌وانی و راگهاندن پیک آنی. کوچری ده گوتارا خود دبیجه دناف برا دمو دمکی ده داخویانی ناف دولتی و ناف خویی لسر مترسیا کاری روزنامه‌گری لسوریه به تایبتی لکردستان سوریه دردکوین و او یک شر پاریا روزنامه‌وانان دکه. جیان لوان تنگ دکه و نچار دبن یان وی لگل دست حالات خفرسکری کار بکن یان جی وی ورن زیندان کرن. نقیب سندیکه روزنامه‌وانین کردستان سوریه دو گوتارا خود بالی دکشین لسر تومتین مترسیدار ین کو پیاده دما داوی ده آراسته دزگاه آرک آزادیا روز آوای کردستانی و کادری وی یه روزنامه‌وانی دکه کو دزگاه کسی خوریه دبر جواندیا ترکیه ده کار دکه. عمر کوچر آماجه دکه کو جیانا پیامنیر آرکه احمد صوفی کو دبیستو سیوی مهیده جعالی پیاده و هاتیا رواندن دمترسیه ده به تایبتی تومتا کو پیاده آراسته دزگاه وی دکه و ندوره پیاده دبن درشمو تومتین دور جراستیه پیامنیر آرکه احمد صوفی دادگه بکه و او یک تاوانه که در حق کار روزنامه‌وانی ده. عمر کوچری دو گوتارا خود آماجه دکه کو اگر لگور تومتین کو پیاده آراسته دزگاه آرکه دکه و پیامنیر وی دراوینه واتا آرک بوا صدم کو 305 جوانین کرد ده باجاروک تلحمیز ده جیانا خواج دزدان و به هزاران جوانین کرد ده شر دیر زوری و رقای ده دانه کشتن. ده داویا گوتاری ده کوچری مخابنیا خواه جدزگهین راگهاندنی ین بسر پیاده و ده دیار کرن کو آلی کارن به تومتین دور جراستیه لدیجی روزنامه‌وانان لکردستان سوریه.